شما میدونید برادران عزیزم، آنانی که خلافت اسلامی گفتند و گویا در شام و در سوریه و عراق تشکیل دادند، ببینیم همه انسان ها چی کار کردند، چی خدمتی به اسلام کردند در مدتی که حکمرانی کردند. اینها همون گروه انسان هایی هستند که در اول اسلام، در صدر اسلام، صحابگان نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم و داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی را در مسجد خونش را ریزاندند و قتل کردند. این همان گروه انسان هایی هستند که فریفته شدند و جاهلند و این دین پاک را که دینی که سراسر رحمت و شفقت و مهربانی و حلم و برادری و اخوت و محبت است، اینها در تمام دنیا این دین پاک را همچین دینی خونین، دینی ظالم نشان دادند. در تاریخ ما دیدیم در سالهای آنقدر زیاد نگذشته است، آنها تنها مسلمان کشتند و خون مسلمانان را ریزانیدند و تمام، دیگر هیچ خدمتی به اسلام و مسلمانان نکردند. از این فرقه مردمی که دعوای خلافت و دعوای دولت اسلامی میکنند در حذر باشید برادران عزیزم. اینها گروه‌هایی بودند که یا گوییم دولت‌های منفعت‌خواه آنها را ساختند و چند مسلمانی که هیچ علم و هیچ فهمی از اسلام ندارند جمع آوردند و به آنها سلاح دادند و قدرت دادند تا اینکه خون برادران مسلمان خود را بریزانند و تمام. پس فریفته نشوید وقتی میگن دولت اسلامی و خلافت اسلامی. پیامبر محبوب امان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در موضوع خلافت حدیثی دارند که امام احمد، امام ترمذی و ابو داود روایت میکنند از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که میفرمایند در مضمون این حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بعد از وفات من خلافت 30 سال است. ما میبینیم در 30 سال بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خلیفه یکم ابوبکر صدیق با عدل خود، با صدق خود، با عدالت خود تمام مسلمانان را سرجم نمودند و خلافت کردند بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. بعد از او حضرت عمر فاروق، بعد از آن حضرت عثمان ابن عفان، عثمان ذوالنورین میگویند که صاحب 2 نور بود، صاحب 2 دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به نکاح خود درآورده بود بعد از دیگری، و سیمین دامادشان حضرت علی رضی الله عنه و 6 ماهی که حضرت حسن رضی الله عنه خلافت کردند. در همین 30 سال تمام شد و در دوام حدیث میخونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بعد از آن ملکی میشود و امیری میشود و پادشاهی میشود. بعد از او هر کسی آمد او نگوید که من خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، برای که خلافت 30 سال است. برادران عزیزم، اسلام را در صدر اسلام مسلمانان را با آداب و اخلاق و با صدق و با انسان حلیمی میشناختند. وقتی در یک جای یک انسان را میدیدند که دروغ نمیگوید، غیبت نمیکند، حق یک انسان را نمیخورد، در تجارتش ربا و زیادتی و دیگر بدیها ندارد، به یک نامحرم نگاه نمیکند، بسیار حلیم است، پاک دامن است، راستگو است، مردم میگفتند که او مسلمان است. اول اسلام را با مسلمانان میشناختند، یعنی یک انسان را خوش اخلاقی را میدیدند میگفتند هر چی نباشد این را همان بزرگان تربیت کردند و این مسلمان است. در صدر اسلام برای اسلام را معرفی کردن هیچ بنر و هیچ رکلم و هیچ میکروفونی لازم نبود. هر یک مسلمان نمونه نیکی از اسلام بود، با اخلاق نیکی خود، با رفتار نیکی خود، با آداب خود، با صدق و حلم خود نشان میداد که اسلام در چه است. اما متاسفانه این فتنه های آخر زمان آمده است که میبینیم نام خدا را میگیرد و خون مسلمان را میریزد. برادران عزیزم، پس از همه شما خواهش مینمایم که بر جوانان خود، بر فرزندان خود، همان جگرگوشه‌ای که
انسان فرزند را از خود عزیزتر می‌داند. تمام توان و تمام مهنتش را برای فرزندش میکند که فرزندش یک انسانی لیاقتمند، یک انسانی با برکت، یک انسانی خیرخواه باشد. در این دنیا نیکیش برسد و در آخرت هم که باشد دعا و نیکی‌هایش برسد. پس برادران شما که در مهاجرت مهنتی هستند، شما برادران عزیزم همیشه با تأکید کنید که به هر گروه‌های افراطی و به هر یک انسان‌های پستی که هیچ فهم و هیچ درک از اسلام ندارند و نام اسلام را میگیرند و نام اسلام را سوء استفاده میکنند، گویا مسلمان صادقند و انسان‌ها را فریفته میکنند و به جنگ‌ها و به خونریزی‌ها میبرند و میرسونند.